کارمندان خدمات امنیت دولتی ازبکستان در ولایت با تاجیکستان و افغانستان هممرز سرخندریا همراه با کارمندان باجخانه و میلیسیا از فعالیت یک گروه فرامرزی قاچاقبر که به قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان و سپس به ازبکستان مشغول بود جلوگیری کردند. مرکز مطبوعات خدمات امنیتی دولتی ازبکستان روز 27 اکتبر سال 2022 با نشر یک ویدیو در تلگرام کانال این اداره خبر داد که در مجموع در جریان این عملیات ویژه 11 نفر دستگیر و از آنها بیش از 11 کیلو حشیش یافت و مصادره شده است. در مرحله اول عملیات در نویه با شهر ترسونزاده تاجیکستان هممرز سر آسیا یک ماشین تمغه لسیتی که در آن 3 ساکن نویه شورچه و اوزون از جمله 2 نفر قبلا هم زندان شده سوار بودند منع کرده شد. از این ماشین 670 گرم حشیش یافتند. تفتیش نشان داد که آنها این مواد مخدر را در عوض $2800 از یک ساکن قبلا هم برای قاچاق مواد مخدر دستگیر شده نویه سر آسیا سال تولدش 1976 خریدند. این فروشنده مواد مخدر نیز دستگیر کرده شد. بنا به اطلاع محلیا ولی قلوان سخنگوی خدمات امنیت دولتی ازبکستان در مرحله دوم عملیات در پاسگاه دربند در نویه بویسون ماشین تمغه نیکسی 2 که در داخلش 3 ساکن نویه اوزون سوار بودند منع و تفتیش کرده شد. از این ماشین 9 کیلو و 410 گرم حشیش پیدا کردند. گفته می شود در رفت تفتیش معلوم کرده شد که این بار قاچاقبران از تاجیکستان به نویه اوزون آوردند و این 3 ساکن اوزون آن را برای فروش منبعده به ولایت سمرقند می بردند. در ادامه عملیات در نویه نورآباد با 3 ساکن شهرهای سمرقند و اندیجان نیز هنگام گرفتن یک قسم این مواد مخدر به دست افتادند. همین طور مقامات امنیتی از خانه یک ساکن نویه دهنو سال تولدش 1971 باز 964 گرم حشیش را پیدا و مصادره کردند. نسبت به همه این 11 نفر دستگیر شده پرونده های جنایی گشوده شده است. تفتیشات را ریاست امنیت دولتی ولایت سرخندریا پیش میبرد.